اگه این نشونه ها رو داری، چاکرای دومت یا همون چاکرای خاجیت فعاله. تخیل قوی داری و به راحتی ایده‌های جدید به ذهنت میاد. احساساتت روانه و نه میترسی که نشونشون بدی، نه ازشون فرار میکنی. میل به خلق کردن، هنر، رقص یا هر نوع بیانگری در تو بالاه. رابطه‌هات گرم و عمیقن و پر از جریان احساساته. این آدما معمولا این ویژگی‌ها رو دارن: جذابیت طبیعی و کاریزمای درونی حتی بدون تلاش. انعطاف پذیرن، هم تو احساسات هم تو تصمیم گیری. از تجربه‌های جدید نمیترسن و زندگی براشون یه بازی کشف و لذت بردنه. اما اگه چاکرای دومت کم کار باشه، معمولا این اتفاقا میفته. احساس بی‌لذتی، بی جوش و خروشی، بی انگیزگی و حتی سرد شدن احساسات، سرکوب احساسات، خلاقیت پایین، ترس از صمیمیت و گیر افتادن در یک نواختی. چطور چاکرای دوم رو به تعادل برسونیم؟ رقص، حرکت آزاد، شنا یا هر فعالیتی که لگن رو آزاد کنه. وقت گذروندن با هنر، نقاشی، موسیقی، طراحی یا هر نوع خلق کردن دیگه. تمرین‌های تنفسی، مدیتیشن روی ناحیه زیر شکم. استفاده از رنگ نارنجی یا قرار گرفتن در نور گرم برای تحریک انرژی. اگه این موضوع برات جالب بود، پیج رو فالو کن. قراره درباره 7 چاکرای بدن یکی یکی استوری کامل و ساده و متفاوت بذاریم.